میرسی خونه ساعت حدود 6:30، هنوز لباس کارت تنته، میافتی رو مبل و دیگه تموم. نتونستی لباس عوض کنی نه شام بخوری. ولی جالبه تو که کل روز فقط پشت میز نشستی، مگه چیکار کردی که اینقدر خسته ای؟ به دنیای جدید خوش اومدی. دنیای خستگی مدرن، جایی که کاری نکردن خستت میکنه. پدر بزرگامون از صبح تا شب زمین میکندن ولی شب با انرژی میخندیدن و میخوابیدن. ما از صبح نشستیم ولی مغزمون له شده. چرا؟ چون بدن ما برای دویدن و شکار تکامل پیدا کرده، نه برای خیره شدن به مانیتور و چک کردن نوتیفیکیشن. هر بار یه ایمیل میاد مغزت فکر میکنه یه ببر حمله کرده. بیولوژی ما با تکنولوژیمون نمیخونه و این ناهماهنگی داره باتریمون رو نابود میکنه. فصل 1، مالیات پنهان بدن. اون خستگی بیدلیل رو میدونی؟ انگار یکی داره آروم آروم انرژیتو میمکه. مثل گوشیت که شارژش کم میشه در حالی که اصلاً ازش استفاده نکردی. چرا؟ چون پشت صحنه 1000 تا اپ بازه. ترافیک، ایمیل تند، همکار بی‌ملاحظه، نوتیف گوشیت، هر کدوم یه ذره از شارژتو میخورن تا یهو ببینی وسط روز ته کشیدی. فصل 2، دزدای نامرئی انرژی. از همون لحظه‌ای که از خونه بیرون میری، ذهنت فعاله. تو مسیر، دفتر باز با سر و صدا، نور چراغای فلورسنت، دمای عجیب غریب دفتر، همش دارن یه ذره از انرژیتو میکنن. آخرش هم ساعت 3 بعد از ظهر مغز داغون میشه در حالی که بدنت عملاً هیچ کاری نکرده. فصل 3، آبشار شیمیایی. اون حس خستم ولی ذهنم نمیخوابه رو میدونی؟ همونه. بدن و مغز از هم هماهنگ نیستن. قدیما صبح پر انرژی بودی، شب میافتادی بخوابی. الان از همون صبح خسته‌ای، شبم مغزت بیداره. نتیجه؟ یه خط صاف از خستگی مداوم. نه انرژی داری، نه تمرکز. فصل 4، مرگ با 1000 تا پینگ. آماده شو برای یه آمار ترسناک. آدمای معمولی هر 6 دقیقه یه بار ایمیلشون رو چک میکنن، یعنی حدود 80 بار در روز. ولی فاجعه اینه که هر بار تمرکزت میپره و 23 دقیقه طول میکشه برگردی. یعنی عملاً هیچ وقت واقعاً متمرکز نیستی. و اون نوتیفیکیشن‌ها هر کدوم مثل یه ببر کوچولو مغزتو میندازه تو حالت استرس. انگار 100 بار در روز داری از دست ببر فرار میکنی. فصل 5، پارادوکس نشستن. باور کن یا نه، ما تونستیم از نشستن خسته بشیم. کمر درد میگیره، گردنت خشک میشه، ولی بدتر از اون اینه که ذهنت خسته تر از بدنت میشه. آخرش میگی باید ورزش کنم، ولی بعدم میگه بی خیال بابا، همون مبلو بچسب. فصل 6، مغز و باتری تصمیم گیری. وقتی نمیتونی حتی تصمیم بگیری شام چی بخوری، یعنی مغزت شارژ نداره. چون از صبح تا حالا 1000 تا تصمیم ریز گرفتی. از لباس و مسیر گرفته تا ایموجی ایمیل. هر کدوم یه قطره از انرژی تو برده. بعد از ظهر که میرسه سطلت پر شده و دیگه جا نداری. اون وقتی که حتی انتخاب فیلم نتفلیکس میشه کار طاقت فرسا. فصل 7، دزدی زمان ریکاوری. میدونی راه حلش چیه؟ استراحت و خوابه. ولی مغزت ولکن نیست، هنوز تو حالت آماده باشه. پس چیکار میکنی؟ تا نیمه شب اسکرول میکنی چون میخوای یه ذره برای خودت باشی. ولی در واقع داری خودتو بیشتر خسته میکنی. خواب میری ولی مغزت هنوز روشنه. صبح بیدار میشی انگار نخوابیدی. فصل 8، اثر مرکب خستگی. خستگی یه دومینوی لعنتیه. بعد خواب میری، بعد غذا میخوری، انرژی نداری، تمرکزت میپره، کار طول میکشه، استرس میگیری و دوباره از اول. ولی خبر خوب اینه اگه فقط یه چیز کوچیک رو درست کنی، همونم اثر مرکب مثبت داره. فصل 9 و 10، ممیدی انرژی و برنامه شخصی. یه هفته فقط بنویس انرژیت کی بالاست، کی پایین. صبح، ظهر، عصر، شب. بعد ببین کی و چرا خسته میشی. بزرگترین دزد انرژی تو پیدا کن، فقط یکی رو. مثلا نوتیفا یا خواب یا نشستن طولانی. نمیخواد حذفش کنی، فقط نصفش کن. مثلا به جای 80 بار چک کردن ایمیل بکنش 40 بار. همین یه تغییر کوچیک باعث میشه انگیزه بگیری و قدم بعدی آسونتر شه.